الان آقای مهدی نصیری، آقای مطهرینی‌ها این ور اون ور میشینن میگن آقای خامنه‌ای تو مقصری، تو کشور رو به جنگ کشوندی، تو باعث شدی، اینجوری داره به کشور هزینه ایجاد، سیاستای تو باعث شده. به من بگو آقای مهدی نصیری، آقای مطهرینی‌ها، آخه نمیشه شما یه دستمال گردن بندازید مثلا من الان شام پروفسوری کنم بگم پس حرفام هم علمیه. بگو تو این 200-300 سال اخیر که آقای خامنه‌ای قبلش نبود و جمهوری اسلامی نبود، تو ایرانی کی پیروز بودی؟ ترکمنچای پیروز شدی، گلستان پیروز شدی، در قرارداد آخال پیروز شدی، در معاهده پاریس پیروز شدی، همه رو شکست خوردی، کشور خاک جدا شده، قفقاز جدا شده، باکو جدا شده، هرات جدا شده، تو قاجار پیروز بودی، تو پهلوی پیروز بودی، تو جنگ جهانی اول کشور اشغال نشد که شد، تو جنگ جهانی دوم نشد که شد، ارتش نداشتی اشغال شد، ارتش داشتی اشغال شد. 1296 و 98 2 سال قحطی بزرگ، بیش از 3-4 میلیون ایرانی کشته شدن. تمام کشته‌های 15 ماه اخیر غزه 45,000 46,000 نفره. توی ایران در 1296 98 3 میلیون حداقل کشته دادی. در همین تهران برید کتاب قحطی بزرگ پروفسور مجد رو بخونید که مادرهایی که شیر نداشتن به بچه‌شون بدن لجن و علف می‌خوردن که بدونن بچه شیر بدن. نسل کشی شد در اینجا. کی تو گذشته پیروز داشتی که حالا امروز با سختی تونستین و نگهش داری، یه جستی به خودتون میگیرید که بگید این خطرناکه. شما میای حافظه تاریخی جامعه رو پاک میکنی، جامعه‌ای هم که حوصله نداره بره بخونه اینا رو، بعد میای بگی ببین امروز محکومی، تو محکومی که شکست بخوری، محکومی که مقاومت نکنی. راه حل چیست؟ راه حل فهم تاریخی فرایندها، فهم راهبردی از تاریخ.